بچه ما اینجاییم و قرار موتورمون بشوریم. همونطور که دیدین منم هیچ دیدگاهی ندارم در مورد ویدیو ساختن، مجبورم از دیدگاه پی او وی با چنین ویوی ازت ویو بگیرم. شما من حمایت کنید دیگه. خواهم بریم موتور رو با هم دیگه بشوریم. اینجا همه خاک و کثافت و کثیفی. دیروزم بارون زد، نه ویدیوشو دیدین یا نه؟ گذاشتم. این پایین ما این همه خاک، لاستیکا خاکی شده. شاید نظر شما خیلی کثیف نباشه، ولی من وسواسه. اینم که یادگاری چهارشنبه سوریه. اینجا افتاد دستم و متاسفانه خط افتاد. دیگه چک کنیم، آینه ها رو باید تمیز کنیم و همه اینا رو چیز کنیم. خب کانسپتی که تو موتور ما اومد داره، یه سری جا نباید آب بخوره طبیعتا. سمت موتور و کوئل و این قسمتاش، من قسمتی که ECU برقی موتور هست، خب آب نخوره بهتره. اینجا شمشه دیگه، شم و کوئل این قسمت. اینجا نباید آب بزنیم، اینجا قسمت برقیه طبیعتا باید دستمال بکشیم. این تیکه هم که بلوک انژکتور و ECU، این تیکه آب نباید بخوره. ما میریم که موتور رو چرخش رو آب بزنیم، این تیکه منبع اینا رو ترتمیز کنیم با این جلو. اینجا رو میشه آب زد، این تیکه ها رو به علاوه این تیکه های بالای موتور و همچنین صفحه کیلومتر رو نمیدونم آینه، اینا رو میایم با کارباش بدون آب تمیز میکنیم. این آبی بهش بزنیم شیلنگ گفت کنم. بعد ابر رو برداشتم با یه سری باکس و چیزای دیگه. اینجا مایع ریختم، اینجا حالی موتور چه نفس بکشه. چه آبی تمیز کنیم. اون موقع موتور اگه آب نزنیم بهتره دیگه بشه. حتی من باید که اینجا نباید آب داخلش. خب با همین حد موتور سرد بشه اوکیه. با همین حد بشه. می‌بینی؟ لذت بردن تمزیش کنیم. این کف قشنگ عشق میده آدم. میبینی؟ حالا منم صاف کنید، مرام بذارید، مانیتایز کنیم، به زندگیمون برسیم. ما دانشجوییم بدبختیم. خدا خیش روح آدم صیقلی میشه. مطمئن دیگه بارون نمیاد. میریم سراغ لاستیکای جلو و شیلنگ امیدوارم برسه. میکنم شیلنگ داره درد سر داره بعد اشکال همینجا آب میگیرم و کف میزنم فعلا. خیلی لذت داره تیکه جلوی موتور، مخصوصا این تیکه کمک ها. تو اصلا احساس بکنم نفس کشید.
آخیش من دستمال آوردم. این تیکه های بالای فلاپ مخصوصا و آینه ها و کله چراغ موتور، این تیکه ها رو باید این قسمت هایی که خاکم گرفته اینا رو اگه میشد باد بگیریم. خب من باد ندارم، مجبورم با دستمال تمیز کنم. خب رفتیم دستمال آوردیم. حالا وقتشه که این قسمت ها رو کله چراغ و اینا رو همه رو با دستمال تیکستش اینا رو با دستمال اول تمیز کنم، بعد برم سراغ موتور و بقیه جاها. اینجوری با این وضوح. آینه هم خیلی مهمه، یکی آینه خیلی مهمه به نظرم، یکی هم لاستیک. اینا واقعا باید تمیز و مرتب باشه. رخ موتور و ماشین خیلی اثر داره. این تیکه آینه رو تمیز کنیم. آینه افتضاح کسی شدید. خب یه وقت شدیم سراغ تمیزگی این موتور و سویچ و کاپ و خدای اینجا رو بگیریم. یعنی کار باشه بدون آب. این شما میتونید بدون آب قسمتی که خاکی ماکی هست رو تمیز کنید. خیلی حال میداد واقعا. این تیکه که میبینی خاک و خل رفته و موتور نفس کشیده، واقعا لذت بخشه. خیلی خوب. این تیکه رو ترجیح میدم مواد بزنم بعدش به دستمال بکشم. بودم رخ خوبی داد ولی خیلی کثیفی و به خودش جذب کرد. مثلا همین قضیه فکر کنم یه دستمال بکشم این خاک روش بره، لازم نیست صرفا کارواش بزنم روش، به قول معروف اسپری کنم. هر کدوم از خط و خشی که اینجا میبینی همش یه خاطر است. یه بار موتور افتاده زمین، یه بار به یه جا خوردی مالیده شده، چه کنیم دیگه. موتور رو افتادناش خوردناش به قول معروف. دیگه میریم سراغ کار این تیکه ها. موتور انجین باید تمیز باشه. انجین ناموس موتور بچه ها. دیروزم بارون گرفت اینجا، خیلی کثیف شد. شنگ کل موتور رفت رو کثافت و کثیفی. کلن سر و صورت من عرق کرده. یعنی یه دید بهتر برای زاویه فیلم برداری نداشتم، مجبور شدم کلاه بذارم و دید به قول معروف پی او وی یا همون پوینت آف ویو این مدل به قول معروف بیام ویدیو بگیرم. ناموسن لایک کنید، برای دوستاتونم بفرستین، کانال من ساب کنم بچه‌ها. یه مرام معرفت اینجا خیلی جوابه. دمتون گرم، 5 عملی حمایت کردیم. میبینن ساب داره میره بالا کم کم. میریم سراغ این که باکس لاستیک بزنیم. لاستیک هم خوش میشه همونجا، همه ترتمیز و تمام دیگه. ما میمونیم یه موتور تمیز.
صبر میکنیم لاستیکش تمیز شه. بچه‌ها خیلی ممنونم که با من همراه بودین. با کانال ما رو ساب کنید، دمتون گرم. موتور رو تمیز کردیم، رایدای جدید دارم میذارم و اینکه حمایت کنید دیگه. به هر حال ما هم تازه کاریم و ویدیوهای جدید میذاریم و هر لحظه قول میدم بهتر بشم. خیافه خودم معلوم نیست. دمتون گرم، مرسی، ممنون.